از قضا مجلس اقدام کرد، می‌فرمایید مجلس هیچ اقدام نکرد، مجلس اقدام کرد. از قضا در شورای عالی امنیت ملی به ریاست جناب آقای دکتر روحانی مصوبه شد در بند 7 که مجلس برای این کار یه قانون بشه که دولت رو همه مجموعه رو از بلا تکلیفی در بیاد. این قانون تصویب شد. در بند 6 قانون دقیقاً گفته ما اقدام بکنیم، منتها به چه روشی اقدام کنیم، نه به روشی که در گذشته رفته که این اقدام شده، این رو حلش کنیم. حضرت آقا هم فرمودن که به هر حال این قانون به نفع کشوره، به نفع مردمه، به نفع صنعت هستیه، به نفع مشکلات اینجاست و کشور رو از بلا تکلیفی در آورده. لذا من میخوام بگم امروز ما هم نیاز داریم رفع تحریم رو دنبال کنیم. بنده در میزگرد حوزه سیاست خارجی گفتم برای حل مشکل تحریم هر کجا بریم، هر کی رو باید ببینیم، بنشینیم، مذاکره کنیم، با این توضیحی که دادم حتما دریغ ندارم و دستگاه دیپلماسی رو از همه دستگاه دیگه به اینجا ترجیح میدونم. ولی از اون طرف هم این شرط عقله. این همه امکانات داخل کشور داریم، در سال 104 میلیارد دلار داریم انرژی را هدر میدیم، تازه همه او را حل کنیم، همه هم پای کار بیان که نیومدن. آیا شرکت خارجی اینقدر رو ما سرمایه گذاری میکنن؟ هرگز. همینطور که اشاره کردن جناب آقای پزشکیان، مهمه که ما اجماع سازی داشته باشیم، ما حتما کارآمد توی کار باشیم. موضوعات منافع ملی ما در حوزه داخلی، در حوزه خارجی نیازمند یک عقلانیت. بنده معتقدم که من حتما ظرفیت اجماع سازی جمع کردن، بستر فراهم کردن در منافع ملی، میتونیم این رو دنبال کنیم. من همینجا واقعا از مردم عزیزان عذرخواهی میکنم، من بود در رابطه با سلامت بحث میکردم، ولی چون این موضوع هم موضوع مهمی بود و در حقیقت میخوایم بگیم که همه ما 6 نفر به هر حال یکی از ماها شما اعتماد میکنید، ولی نهایتا هر کدوم ما در هر کجا هستیم حتما یکی از مؤثرین در تصمیم گذاری هست، در تصمیم گیری ها و کارها هستیم. خب طبیعی است که از همین الان باید همینجا هم تمرین کنیم در گفتن، در اجماع سازی، در همکاری امروز و فردای آینده کشور، که اینها باعث نشه که واقعا با این سرمایه‌های ملیمون رو در حوزه چه منابع انسانیمون چه در اینجا اینها رو از بین ببریم، ولی باید اینها رو به طور جدی پیش ببریم.